راست کشتی. با کام چیکار کردید؟ از تو میپرسم با کام چیکار کردید؟ کاری بد نکرده ای؟ او رو یاری دادن خواستیم. کی از شما یاری پرسید؟ اکا شما با این آدمان در اینجا چیکار دارید؟ تو کیستی؟ من تو را نمیشناسم. با کام یکون نمون دارو دادید. ایستید، این کار رو نکنید پسرم. گیره بانم رو سرده. با من جواب ده. چطور او به این حالت آمد؟ مقصدی تو چیست؟ دستت رو گیر. با من گو که با او چیکار کردی؟ من او رو نجات دادم. او با کجا رفت؟ اکنون من چیکار میکنم؟ تو باز همه راحت رویا، راهی که به مقصدت برسونه. خوب استی؟ یکون مشکلی هست؟ خاطرم که حال پولو چی شده باشد. این مسئله هنوز حل نشده است. کمی وقت در کار است. پس حاضر میتوانی با سمیت مشغول شدی. چی گفتی؟ او رو یافتی؟ بیا صحبت میکنیم. آکا آکا یوسف در کجاست؟ با کجا رفت؟ راه خود. اکای پولاد چیزی را در خاطر ندارد؟ اگر او را پرسی نام او پولاد نیست، علی جاندن است. او چطور به اینجا آمد؟ از ورطه افتیده است. یوسف او را آورد. کای؟ از زخمش خون میچکید. با او شما شفا بخشیدید؟ شفا را خداوند میبخشد. از اکا یکان خبر هست محسن؟ نه، ولی همه جا را میکوبیم. جاهید یکان خبر هست؟ اکا را دیدم ارهان. دیدی؟ احوالش چطور است؟ خوب می نمود.
در پهلویت است حاضر. نه، یکی غیب زد و رفت. نشانش رو دیگر نیافتم. تو را که در پهلویش دیدن نخواست یگان نقشه دارد. نه ارهان، مسئله تماما چیزی دیگر است. چی بوده است؟ معلومات درباره زنده بودن پولاد علیمدار درست برآمد. این معنی آن را دارد که یک نقشه دیگرگونی کوتاه مدت که عاید ترکیه کشیده بودیم از میان می رود. یا تماما برعکس آن یک دیگرگونی های مهم پیدا خواهد آمد. تقدیر یوسف قزوزاده با تقدیر پولاد ارتباط دارد. راست گفتی. این تنها یک نقشه کوتاه مهلت نیست. این مسئله آینده یوسف در ترکیه هم هست. با او واقعا باید باور کنیم. اگر ما از بررسی یا نقیب مانیم گمان است که دیگر موفق شویم. از این چنین برمی آید که تو به آن احساسی باوری نداری. مسئله به پولاد علیمدار که ارتباط دارد هیچ باوری بی‌تیر نمی شود. من پشتیبانی از یوسف را همچون یکی از برگزیده همان دوام می دهم. اما بسیار می خواهم که مناسبت و رفتار امان و ره را عاید این مسئله دانسته باشم. امریکایی ها تا انتخاباتشان برگزار نگردد در این خصوص چیزی را تغییر نمی دهند. را انتظار است که کیان خیانتی که گویا میان ما به قول یوسف قزوزاده باشد برطرف کرده می شود. باید که هرچی زودتر درست یا نادرست بودن ادعای یوسف قزوزاده آشکار گردد. تحقیقات عاید آن در کوتاه‌ترین فرصت نتیجه گیری می شود. و آن وقت ما شاهد آن می شویم که راه یوسف برای همیشه بسته می گردد یا همش از نو آغاز می شود. احوال پولاد چی طور است؟ هنوزم خود را علی جندن می حسابد. این حالت برای او خیلی خوفناک است. زنده ماندن او را فهمیدند. شاید به او یگان ضرر رسانند. عاید این تو باید جدی اندیشه کنی. در سر من حالا یک چیز است سمیت. به من بگو که او در کجاست. چرا تو جوی اسمیت رو اینقدر جستجو میکنی؟ یک چیز بسیار مهمم در دست اوست. این را آسان حل کرده میتوانم. من از تو این را نمیخواهم. من هم با او روبرو شدنت را نمیخواهم. چاره دیگر نیست. هست. تو پیش از آن که به خانهش درآیی من میتوانم او را از خانهش برارم. چطور این کار را میکنی؟ کنسه امروز یک جلسه برپا کردن است. اگر آنها با من باور کنند من کاری میکنم که آنها با اونجا سمیت رو دعوت میکنند. پس میتوانی این معلومات رو بگیری. این چیست؟ به شرکت سمیت تعلق دارد. پدر من یک زمان با سمیت شرکت تأسیس داده است. من حسام را از آن شرکت به دیگر جانب گذراندم که این برای سمیت خطرناک است و چنین وانمود کردم که این کار گویا چند سال پیش شده باشد.
بی‌توکلی اما عاقلانه است. هر کس اسلوب خود را دارد. پولاد علمدار فرمود که من تحقیقات کنم. با خواستی پولاد علمدار شد. بسیار خوب. بگه پکنون در آمدی؟ او تحقیق شرکت های مرا به تو فرمود. چی مقصد دارد؟ من از کجا میدانم؟ هرچی را او میخواست کردم. برای چی به تو باور کنم؟ من راست میگویم. اگر این طور باشد بگو پولاد علمدار در کجاست؟ نمیدانم. انا اکنون به دروغ گذشتی. که او میخواهد با من در ارتباط میشود، بسیار میشود که با من تماس نگرفته است. تو را چطور مییابد؟ چطور تو را مییابد؟ جواب ده به من. جواب ده به من لعنتی. گپ زن. این را به هوش بیارید زودتر. این چطور شد؟ یک تصادفی ناخوش گذشت و رفت. پروا نکن، جای خواطری نیست. من برای شما چیکار کرده میتوانم؟ تشکری زیاد حضرت جان. سلامت باش. آقای فهمی تماما بی مورد است، ولی خواستم پرسم که با یوسف شما ارتباط دارید یا نه؟ هرگاهی که وقت یابد خودش به ما زنگ میزند. نه آمدنش دور و دراز دوام میکند. گفت که هنوز کارهایش فراوان بوده است. انیق نمیدانم که کی می آید. اگر خواهی وقتی به ما زنگ زند میگویم که به تو هم زنگ زند. بسیار خرسند میشوم. بار دیگر شفای کامل. شب بخیر. تشکری زیاد. راهی سفید. شب بخیر. باید زود به یوسف خبر دهیم که پولاد زنده است. حقی هرچی ضروری است میکنم جناب. خب در ارتباط با جاهید چی اندیشه دارید؟ میدانی که ما با او کینه دیری نداریم، اما این دفعه نقشه من دیگرگونه است. البته از جاهید انتقامم را میگیرم، ولی نه با تیر. بیا پسرم. پدر شفای کامل خوب هستید؟ این چطور شد؟ با حقی به شکار برآمده بودیم. تصادفاً حادثه ناخوش روی داد. یگان چیزی جدی نیست، یک زخم ناچیز است و من به زودی به پا میخیزم. پدر با اجازتتان. پدر این کارو کی کرد؟ پسرم این هیچ مهم نیست. به تو میگویم که خوبم. این مسئله رو به خودی من واگذار، تو با کارهای خود مشغول شو. خوب پدر، مادام چنین است دیگر شما هم به کارهای من دخالت نکنید. کنان 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 همه راه ها باز به علمدار میبرد. به فکرت سری این فرمولا رو هم پولاد پنهان میکند؟ آره، فرموله انرژی نوین نیز به دستی اوست. هرچی من میجویم و پنهان میدارد. یورگن، هدفی ما اوست؟ از این به بعد یک هدف داره.
تنها یک هدف، علمدار. تا امروز هیچ او را هدف قرار ندادم. کجای روم در مقابلم میبراید. این آدم همیشه از پس من است. تا او را از سر راهم دور نکنم، راهم را دوام داده نمیتوانم. انتظار بودم که کی همین گپ را میگویی. وقتی ستاندن انتقامی برادرم مارکوس فرا رسید. پولاد از دستمان رها یافت. بسیار عجیب. رفتید ولی چرا به ما خبر ندادید؟ می رفتیم اما اطمینان نداشتیم که پولاد هست یا نه. برای همین خبرتان نکردیم. احتمالاً رفتیم با لشکر فراوان. تنها دیدن او سورپریز شد. اما از آن سورپریز عجیبتر گریختن او شد. پس آن جاهیشان آمدند. تا آمدن آنها خودش تنها بر ضد شما مبارزه برد؟ آره. هر کی را که نزدیک شد او کشت. پس آن در تاریکی از نظرها پنهان شد. آن آدم در پیش چشمی ما تیر خورد و به در افتاد. چطور تا به حال صحت سلامت بوده میتواند؟ اخیل است او. بیایید تا من داستان او را به شما بگویم که یک جنگاور جسور پیروزگر بود. او تنها یک سوستی داشت. در یک جای بدن او تیر کار میکرد و شاهزاده ترای پرن است که این را میدانست او را کشته است. من هم جای سستی او را میابم. بسری پولاد هجوم کردنی؟ آره، اما مثل شما نه اریل. مثل آن آدمان هم نه که پیش از ما گذشتند و مثل دشمنان او هم نه که از دست پولاد مردند. اول من او را از نزدیک میشناسم، مثل یک دوست یقین او. من میخواهم که همه چیز را در حق علمدار دانسته باشم. همه چیز را. بیایید. من عمر جندن رو میکنم. عمر جندن؟ همینجا میزیستم. شما با فکرم صاحبانی پیشینه این خانه رو میگویید. یک سراغ مانده رفته بودند. شما همینجا ایستید کنی من رفته بینم.
марҳамат гиред. ташаккури зиёд. саломат бошед. шаби хуш. ба шумо ҳам шаби хуш. چه خیلی که تو را نمیشناخته است جاهید؟ یگان نقشه دارد، کاری رمزی کرده است. این طور میشد نمیفهمیدم ارهان. نمیفهمی؟ تو از کجا میدونی که اکا چی کاری نو کرده نیست؟ با چشمانش نگاه کردم، نگاههایش دیگر بود. در حقیقت میگفته است که علی جاندان است. آن آدم همین خیل گفت. خیر آن آدم کی بوده است؟ از کجا میدونم ارهان؟ یک کسی که در یک کلبه نزدیک گوریستان در بیشه میزید. دوستی نزدیک یوسف کوزوزاده بوده است همین خیل؟ بله، اکا را از مرگ آنها رهانده بودند. خدای عزیز و مهربان. янга ба куҷо меравӣ? тинҷӣ аст аббос? янга рафтан мумкин нест, акаи ҷоҳид фармудааст. ҳатто ҷоҳид ба ман ин гапро гуфта наметавонад. ту кисти ки бо ман ин хел муомила мекунӣ? янга шуд як лаҳза. алё ака, телефонро ба ман бидеҳ зуд. дар куҷои ҷоҳид? дар роҳам. вақт дошта бошӣ биё суҳбат кунем. хуб сафия, ҳозир меоям. ягон амр доред ҷаноб? падарамро дидан мехоҳам. биёед ҳозир мебарам. марҳамат. ташаккур. ба касе нагӯед ки ман куҷоям. хуб шудааст ҷаноб.
салом сафия, чӣ ҳол дорӣ? ту ин хел одаморо аз куҷо меёбӣ ҷоҳид? барои маро боздоштан тайёр аст ҳама корро кунад. воҳима накун сафия. хуб, ман бо ӯ гап мезанам. акаам хуб аст? ака хуб аст. кай дида будӣ ӯро? ҳардуямон ҳамроҳ будем. имшаб меояд? меояд иншоаллоҳ. акай ҷоҳид? лабай элифҷон. акай ҷоҳид, мо ҳамроҳи амаам мехоҳем ки дар боғча лона бисозем барои паррандаҳо. ман расмҳои бисёр кашидам, бинед. инҳо бисёр зебоянд элифҷон. падарат биёяд бубинад хурсанд мешавад. падарам кай меояд? каме мондааст элифҷон. чанд рӯз пас меояд иншоаллоҳ. умуман баъди чанд рӯз меоянд? имрӯз ё пагоҳ дар наздиктарин фурсат меояд. падарам ояд, аз ӯ аламамро мегирам. ман равам. ту бо ман биё. ба фикрам ба сафия ситораат маъқул нашудааст. хуб ака, чӣ хеле ки хоҳед. агар иҷозат бошад ман пешпеши шумо равам.
شب بخیر اکا. ریزا در کجاست؟ اکا ریزا اجازت گرفت و رفت. از کی پرسید؟ از تو میپرسم چی گپ است اینجا؟ همراه اکای پولاد به سر قبر بابای عمر رفتم. چرا با من خبر ندادید؟ اکای پولاد گفت که به کسی نگویم. ماشین را بیاره باز. چای هم مزه ندارد. گوش میکنم جاهید. آقا به نزد خانه اومده است ایرهان. کی اومده است؟ حالا در همون جاست؟ نه، سر گوری بابای عمر رفتن خواسته است. من به تو نگفته بودم جاهید. آقا هم چی نقشه ای دارد وگرنه چنین رفتار نمیکرد. در کجا بوده است؟ من هم به همونجا میروم. بعد گپ میزنیم. مایلش. اکای پولاد در کجا بودند؟ اکا هم به خانه اش آمده است محسن. تو هم رو برای خودت چای بیار. آمادگی عاید به دهه از محاصره رهاندن مواد خوردن انجام یافت. پگاه به راه میبرایم. راهی که میگذریم اعتماد بخش میشود. میبینم که به اندیشه فرو رفته ای. یگان گپ شده است. ما وقتی که دهه ها را از محاصره آزاد میکنیم شدید در این میان به دهه های دیگر هجوم میکند. یک طرف را از آنها میرهانیم، طرف دیگر گرفتارشان میشود. مثل این که دامین است. بیشرف ها. مردم دهه را غیر جانشان چیزی نمانده است. دیگر چی میخواهند از آنها؟ دهه های مفلس شده را با مقابل همدیگرشان میشورانند تا جنگ میان قبیله ها برخیزد و ترکیه را در یک حال زار بگذارند. ترکان بفرمایید قماندان. به من آن کودک قماندان را بیار. اطاعت قماندان. بیا بشین. ما با تو چند سوال میدیم.
از جوابت به سوالهایمان آینده ای تو معلوم می شود. از من چیزی رو فهمیده نمیتونید. اگر ما از تو چیزی رو فهمیده نتوانیم پس از ما یکون چیز رو میفهمیم. مهمات رو از کی میگیرید؟ به تو چی؟ آن دیه ها رو برای چی به محاصره گرفتید؟ چون که آدمانش مرتد و کافر بودند. آدمانی که 5 وقت نماز میگذارن کافر بودند، به آنهایی که فقط مسلمان میکشن اعتماد میبندید. ما خلیفه رو برای خود برگزیده ایم. مثل شما منافق نیستیم. پوسد اجازه ده تا من این را بفهمانم. به گمانم 14 یا 15 ساله ای. 16. وقتی سر شدن جنگ باز هم خردتر بودی. در این سن سال تو با مردم چکل کمک کردن رو میدونی؟ آدمانی دهی ما از گرسنگی عذاب میکشیدند. یک روز عسکران شدید ما رو در مسجد جمع کردند. به ما گفتند که تو آدمی مخصوصی و در یک ماه $200 معاش هم داده اندد. برای جنگیدن و زیستن من هم به پول احتیاج دارم. خوب، آن آدمانی که تو را برگزیدن مسلمانند؟ نپرسیدم. میپرسیدی هم واقعا نمیفهمیدی. آنها یا اروپایی اند یا امریکایی. برای مرا به گپ در آوردن دروغ میگویید. ترکن، این کودک را به حجره پرتایید. از بس که او هنوز کودک است و تا نفهمد که به کی باید اعتماد بندد از حجره نبراید. اطاعت قماندان. مرا دستگیر کردید ولی دانید که مثل خود یک زمره رفیقانی ناترس دارم. ببرید او را. یعنی آقای پولاد خود را در گذشته تصور میکرده است. یک راهی حل این مسئله را باید یافت و این را پنهانی باید کرد. درق تا چبره نمیگردد خاموش است. حسنو، ایرهن و محسن به کجا رفتند؟ ایرهن و رفیقان دیگر بیرون برآمدند خانم. در این نزدیکی ها از پولاد علیمدار هیچ معلوماتی مفصل ندارم. حسنو، مادامی که هیچ معلومات نداری از کجا میدانی که یک واقعه مهم در ارتباط با پولاد علیمدار رخ داده است؟ از کجا میدانی؟ کو گپ زن؟ خانم، آقای پولاد یک انسانی مهم است. مادامی که حادثه به او ارتباط داشته باشد پس خود به خود واقعی مهم است. یا خدایا توبه. مایلش، من به سری کارم برمیگردم. گفتی که در ارتباط به خیانت یک پرونده دیگر پیدا کرده ای است. بله. پس از شناسایی با تفصیلات پرونده دریافتم که محتوای آن با یک شریکی بخشیده شده است. چه شریکی بوده است او؟ یک شرکت شریکی. من خیلی متحیر شدم. باوری دارم که شما را نیز متحیر میکند. پولاد علیمدار، ما با شرکت های او چی ارتباط داریم که؟ این مواد همه حقیقی است؟ بله. تو گفتنی که پولاد علیمدار با جون سمیت یک شرکت شریکی دارند؟ من نمیگویم. در نوشتجات رسمی چنین آمده است.
سمیت شما را از این حقیقتی حال آگاه نکرده است. شرکت های گوناگونی که او دارد این را میدانم. او از نام خاندان ما در بخش کارکرد معدن مشغول است. با پولاد علیمدار کار کردن او را حتی تحت شبهه قرار دادن امکان ناپذیر است. اگر این شریکی راست باشد ما را به آشکار کردن خیانتی که یوسف دعوا دارد میبرد. این را فوراً باید تحقیق کنیم. من از نام را سمیت را دعوت میکنم و از او میپرسم. پولاد علمدار، انتقامم راست و حتما می ستانم. تو تمام نقشه های مرا برباد دادی. اکنون من این را برای از همه کوتاه و هرچی زودتر باید حل بکنم. در نزدیکترین فرصت او دیگر نمی بیند که در این کشور من باز چه ها کردم. این مرا بسیار به خشم می آورد. چی گپ؟ تمامی مکانهایی که پولاد علمدار بوده میتواند تحت نظارت گرفتیم جناب. نتیجه می خواهم. نتیجه. بیرون برا. خوب شده است جناب. بفرمایند جناب. درمان به دردم جستم، دردم به من درمان شده. برهان به اصلم جستم، اصلم به من برهان شده. به هر جای نظر کردم تا این که بینم روی دوست. در کوه و صحرا جستمش، او در درونی جان بوده است.
تو میتوانی روی. خوب جناب. آکا مرا به حالم بگذار. خاطر پریشانیت اکا. بیاید رویم از اینجا. پس اون باز می آید. مرا به حالم بگذار گفتم. بیاید اکا. اکا تو کیستی ها؟ مهم نیست که من کیستم. چرا مرا به حالم نمیگذاری؟ چون که شما اکای من هستید. من اکایت را نمیشناسم. نام من علی جندن است. خواهد علی جندن باشد، خواهد پولاد علیمدار، برای من شما اکایید. می رویم اکا.
شکری تو خداوند. یگون خبر است که جاهید هم زنگ نزد. هزاران شکر. یگون تشویش می بود حتما زنگ می زد. پس همراه یک است. هزاران شکر. حسنو تو چی اینقدر شکر داری؟ ماشینم که سال گذشته دزدیده بودندش، یکی به یادم آمد. تو دیوانه ای حسنو بای؟ استغفرالله. انسان برای ماشینش را دزدیدن شکر میکرده است مگر؟ من برای ماشینم نه، برای در درونی آن نبودنم شکر میکنم. اگر در درونش میبودم از کجا اینجا میشدم؟ یا توبه کردم خدا. ها ارهان بفرمایید خانم انادالا. از پولاد یگون خبر هست؟ تا حاضر هیچ خبر نیست و اما یک لحظه جاهید زنگ میزند. شاید خبری رو که انتظارش بوده میرساند. گوش میکنم جاهید. آره خوب. اکای پولاد با بیمارخانه رفته است، خوب بوده است. اکنون شکر کردن گر حسنو. یا ربی هزاران بار شکر. اگر آقای پولاد بیمارخانه رفته باشد هرچی زودتر من هم باید بیروم. با اجازت شما. ما هم با بیمارخانه میرویم. احوالش را به من هم گویید تا آسوده شوم، خاطرم جمع شود. البته خانم. سلام علیکم. سلام علیکم. استاد خبری ناخوش نیست گمانم. نه برعکس خبرهای خوش است. بشین کو بشین پسرم. سلام محترم جناب. مرحمت. خدمتگار صادق خاندان ما جان سمیت، خوش آمدی. عرض سپاس من به جنابشان. تشکر. باید گرما گرم خوری.
آش شود. лабай. юсуф, барои вохӯрӣ бо Стенли Смит рафт. акнун метавонӣ корро оғоз кунӣ. фаҳмуд, ташаккур. хоҳӣ бо ту равам? худам ҳал мекунам. майлаш, бо диққат бош. من هر فعالیتی که در اروپا و خاور نزدیک انجام میدهی پیوسته پیگیری میکنم. فعالیت تو مردمی طبقه پایان را کمی حیران کرده است. چطور حیران؟ محترم جناب، نفهمیدم. سرمایه گذاری تو در بخش صناعت اسلحه. همش به طفیل شماست. هرچی از دستم میآید کوشش میکنم تا خوبتر بکنم. خود بریتانیا در چهارچوبه بازار پهناور و محتشم ما یک پاره است، اما طفیل سعی و کوششت راه های نو کشاده ای و باز میکشوی. درست محترم جناب. البته من پیوسته راهی را که ناهمواری ها دارد و پیروزگرانه میپیمایی پیگیری دارم. تو به نزدیکی از برخورد با پولاد علیمدار زخم برداشتی. چه خوب که زخم تو مرگاور نبود. هر باره که تو با پولاد علیمدار برخورد میکنی در کدام شکلی که باشد مرا متحیر میگردانی. محترم جناب، اگر شما را حیران میگردانده باشم خوشبختم. اما در برخی خصوص متحیر بودن را راستی ترجیح نمیکنم. مثلا اگر یکی از صادقترین خدمتگاران خاندان ما خیانت اندک میکند آن را هیچ تحمل کرده نمیتوانم. محترم جناب، به گفتن کلمه خیانت یعنی برای تلفظ آن حتی زبانم نمیگردد. تو با همه برار و پیروزی هات که برای آنها از شریکانت منت داری. ما همین را میدانیم. سالیان دراز شرکت های بین المللی ما را هم هنرمندانه راهبری داری و تا امروز طفیل هنر و استادی خود صاحب یک ثروت واقعی هم گشته ای. اما همکاری تو با پولاد علیمدار همه چهارچوبه قانونهای معمولی را گذشته است. معذرت میخواهم، شما میگویید که با پولاد علیمدار شریکی داریم؟ شریکی پنهانی آیدی کارکرد معدن را که از نگاه استراتژی مهم است چطور تو آشکار کرده میتوانی؟ بسیار معذرت میخواهم، اما میتوانم بفهمم که این همه گپای بی‌بنیاد از کجاست؟ دلیل و اسناد گذشته از او احتمالات دیگر که با مرور زمان آهسته آهسته در ذهن من نفوذ پیدا میکند. مثلا چطور شو به او احتمالات؟ مرا یک حالت با چنین اندیشه وادار میکند که برای چیه که از بهترین آدمان ما هم در اروپا و هم در خاور نزدیک در حالت سر به سر شدن با پولاد علیمدار موفق نمیگردد. محترم جناب، این همه اظهارات اصلا ناچیز است. پولاد علیمدار مرا کوشش کشتن دارد. تو همین طور خود را محافظت میکنی؟ خواهش میکنم جرأت مرا فرو ننشانید. هیچ حاجت حمایه هم نیست. شما میگویید که من در روبروی پولاد علیمدار پایسته نمیتوانم، اما برعکس است. بر پولاد علیمدار یگانه نیرویی که میتواند پیروز گردد این منم. میترسم که چنین اظهارات کنسه عالی را معتقد گردانده نمیتواند.
بسیار افسوس که من یک آدم خوبم را از دست میدهم. نه محترم جناب، شما این طور آسان از من رو نمیگردانید، چون که من این همه دعواها را تنها با یک حمله به نیستی میرسانم. چی طور؟ پولاد علمدار با این دامی برای من گذاشتش از جانش خلاص خواهد شد. من بسیار میخواهم که به تو باور کنم. هر چی ضروری است برای شبهه را از خود دور کردن بکن، وگرنه من مجبورم که برای به قتل رساندن تو فرمان صادر کنم. من از پشت نظارت میکنم. خوب برو. با ما هجوم کردن. یاری میخواهیم. یوریان شماره اشون رو بگو چند نفرم؟ من در باغم، آنها خیلی زیادند. تمامی نبادارون با کمک شتاب کنید. زودتر. فهمو. بیایید. گزارش ده در کدام وضعیت قرار داره؟ آدمان را به مرگ میفرستی و خودت اینجا میشینی؟ تو اینجا چیکار داری؟ بسیار خفناک است اینجا. ما باید شتاب کنیم. هر لحظه میتواند دسته دیگر بیاید. راه گشتن میتوانید.
اینجا مرا انتظار شوید. رفتیم. اوکتام؟ کمی دیگر موند. ماشین نزدیک است. خوراک‌ها با مردم دیه تقسیم کردید. فرما. باقی مانده‌اش را به سروری دیه سپارید و دسته را در درآمدگاه دیه جمع کنید. اطاعت قماندان. خدا از شما راضی باشد قماندان یاسین. خدا از شما هم راضی باد. ما اگر اینجا باشیم به شما یاری میدیم. مفصومی در است. ما باید به شما کمک بکنیم. این زمینی ما بسیار پربرکت است. ما را همین زمین میخوراند و میپوشاند. انشالله دسته شما را هم میخوراند. انشالله. بیا من به تو یک سیر دهم. بگیر تو هم از کار شدی دیگر. بیا شریعه عسکری خوب. همه به خانه دارند. خوب هستی؟ خوبم. با این طرف نبیا. اکی اسکریانی دید. پس همین خوب رفت.
پسرم. مادر جان. خدا از شما راضی باشد قماندان. پسرم. خدا از شما راضی باشد قماندان. پسرکم. مجروحان هستند؟ نه قماندان. خیلی خوفناک بود. خیریت گرفتند. شیرانه رفتار کردی، اما احتیاط کن که شیر زنده به ما در کار است. اطاعت قماندان یاسین. اینجا را که ما آزاد کرده بودیم باز برای چی هجوم میکردند؟ تنها سری ما هجوم نکردند، بدیه های همسایه هم هجوم کردند. این رفیق از آنجا آمده است. دختران آنجا را اسیر گرفته با بازار اسیران میبرند. بازار اسیران در کجا بوده است؟ تقریبا 70 کیلومتر از اینجا دور است. چشم پوشیده میشینیم که دختران و کودکانی بهپناه رو شکنجه کنند؟ نه، چشم نمیپوشیم. آن بازار اسیران ما را تا منبع‌های پولسازی اهل گروه میبرد. دسته برای عملیات آماده باش. درفش سیاه جاویدان اینجا مانده نمیتواند. ضرور است که شما خودتان را محافظت کنید. اگر شما به ما سلاح دهید ما سرزمینمان را تا جان داریم محافظت میکنیم. پولاد علمدار خوب که آموختی گمان داری که بر او پیروز میشوی. گذشته او را اگر بیاموزی تو را یک ترس و وهمی فوق‌العاده فرا میگیرد. این دروغ است. گذشتهش را با سستی ها گفتن است اریل. هر یک شخص در وجودش بشبه یک سستی دارد، مثل همه سوپر قهرمان ها. اما تو حالا مرا نمیشناخته ای دوستی عزیز. من از کسی ترس ندارم. بیا. جناب، یک قسمی حجت و اسنادی که خواسته بودید این است. باقی مانده هایش چنانی که فرموده بودید از خدمات استخبارات و منبع‌های دیگر می آید. شتاب کنید. آید علمدار همه چیز را می خواهم. خوب شده است. آنجا چی هست یورگن؟ یک دسته ویژه‌ای که خودی او آن را فراهم آورده است پاره اساسی سازمانش را تشکیل می‌دهد. در دسته او آدمانی خارجی و حرفه‌ویانی صرف به معلومات نیستند و از همه مهمش انا همین است. این را می‌دانم یورگن. ترک ها مردم پر احساسند و به همدیگر وابسته. به من دانستنی چیز ضروری است که آنها را از همدیگر پراکنده می کند. این چیز را یافتن دشوار است اما باید یافت. اسبخانه را هم از نظر گذراندیم. اکنون بیایید به هوای تازه برایم. راسکال یک سورپریز دارد. این اسب را به تو هدیه میکند. تشکری زیاد. هدیه بسیار زیبا. نامش را چی گذاشتنی؟ بهترش رمنها را فکر کرده وقت نگذرانیم. با اسبی اصل مانند است. آن را که آزاد کنیم بدود. با من خصوصیت های این اسب رو گویید. اسبی خوب است اما تنبل. دائم خوردن میخواهد. هر چقدر خورد سیر نمی شود. این چونین؟ این چونین؟
اینچونین نام زیباست. با من هم پسند است. این تحقیقات آخر ندارد کنن بای. باز در یک رمان خوانده بودم با این نامی موافق که گذاشته میتواند. مسئله بسیار جدی است. آنگاه اگر خوردن و نوشیدن را دوست دارد آن را بیشتر پرورش کنید. نام زیباست. نام قهرمان رمان؟ بله همین طور. نام قهرمان رمانی دوست داشتم. نامی که واقعا با این اسب میزیبد. بله بسیار خوب. سورپریز باشد. سورپریز؟ نام بسیار زیباست. هوای باز هم بیشتر. کور کفتم از ارگه تیجه یافتم. ارگه تیجه سامانه که دست بکار است. شیار با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته تگمه دعوت را پخش نمایید. لطفی آن خدای مهربانی بر جسمی والدانت مثل جان. دو سرباز در درآمدگاه است. دو سرباز دیگر بالای ماشین. 3 ماشین است. شاید در طرف دیگر هم سربازان برای آن متصدی باشند. بسیار نیستم به فکرم. از دو طرف می‌داریم. کارشون تمام. نیپوسد. اگر هجوم کنیم شاید شهروندان مقرری ضرری بیشتر می‌بینند. ما باید بدانیم که سربازانشان چطور سنگر گرفتند. به تیر و تفنگ میانی آنها چطور می‌داریم؟ من یک نقشه دارم. از آن مرافعه های محکموی 10 سال پیش چی را انتظار میشویم؟ برای آن را شناختن اریل باید بفهمم که او چطور خود را حمایه کرده است. علمدار در محکمه خود را حمایه نکرده است، تماشا برپا کرده است.
آن عمل حمایه‌ای که تو گفتی تاریخ شده است فردیناند. این آدم رو فهمیدن اندک دشوار، اما حتما باید بفهمم که او چی درد دارد و چی سستی. جنگ ناگزیر است فردیناند و آن را تنها تا وقتی که از او برتریت را احساس نمی کنی موقف گذاشته می توانی و خلاص. اریل دوستی عزیز، جنگ نو آغاز می شود. دکتر همه تحقیقات خود را عاید بیماری ما جنبست کرده. میخواهد نتیجه اش را با شما رساند. گوش میکنیم جنابی دکتر. اولا شفای کامل میخواهیم. زخمی که بیماری ما از دیر برداشته است خوب طبابت شده است. گذشته از این بیمار ضربه سخت جسمانی هم خورده، گرفتار خطر اینفکسی هم گشته است. بر اثر آن وجود او جا چرک و برم هم دارد. زخمی که او در سرش برداشته است به او ضرری کلان آورده است. بر اثر آن خاطرش را گم کرده است. خیر اکنون چی می شود جناب دکتر؟ آقا هم دیگر به خود نمی آید. افسوس حالا آید این یگان چیزی روشن گفته نمی توانم. متاسفانه ما جز انتظاری چاره دیگری نداریم جنابان. باز چقدر او را می خوابانید؟ بیماری ما سخت خسته شده است. میخواهیم که زودتر به خود بیاید. او را به هوش می آریم و از نو معاینه میکنیم. آن وقت کوشش میکنیم که یک نتیجه گیری درست بکنیم. خوب، سلامت باشید. شما هم سلامت باشید. سلامت باشید جناب دکتر. بفرمایید دکتر. با تو کی در کار؟ من خریدارم. مرا نزد سردارت ببر. و این طرف. گذر زود باش. راه گرد.
یک دو نفر آمدن برای خریداری. بیایند. برای مال آمدم. آدرس را از کجا یافتی؟ یک دوستی باورناک انگلیس هم گفت. مرد انگلیس نه دوست می شود نه آدمی معتمد است. یک بار دو غلط کرده ای. آدمی غلط هم باشد آدرس درست است گو. همینش مهم نیست مگر؟ آدمی هوشیار می نمایی. شین یکان چیز بخور. وقتی بسیار ندارم. فردا پرواز دارم. یک زنی جوان چند است؟ بیا از 50 میلیون سر کنیم. چند تا داری؟ اینجا 4 تن است. 6 تاش در درون. یکیش کودک دار است. اگر خواهی همون رام به عوضی 50 میلیون میدیم. همه‌اش رو میگیرم. همه‌شون برای فروختن نیستند. این دو کسش مالی من است. من عسکری خلیفه هم. این حق خودی من است. من همه‌شون رو میخواهم. یا همه‌اش رو میگیرم یا هیچ کدامش رو. شدیست. قبول دارم. دیگرش رو برای خودم میابم. حیرانم این قدر زن رو تو چیکار میکنی؟ در اروپا میفروشم. آنجا من مشتری های ویژه دارم. مصلحت پخت دیگر. این را جشن باید گرفت. من بسیار نوشیدم. حتی حاضر میخوام به حاجت خانه بروم. شما را آدمانی من میبرند. تو چی کار میکنی؟ اگر نبروی آدمت رو و این زنها رو میکشم. آتش بس. تسلیم میشوند. تسلیم میشوند. برو برده کشید. نبر او را. راه کرد. از تو چند چیز میپرسم. به هر جوابی نادرست زنی رو میکشم. آدمی تو پیشتر رفته.
نزدیک شبیه این زن رو میکشم. دیگر هیچ کس رو کشته نمیتوانی. تلفن شکست. تو چی طور اشاره را فهمیدی؟ گفته بودیم که اگر یگان تحتون بیرون روید اشاره هجوم همان است. تماما در وقتش رسید آمدید. زنهای دیگر را هم گرفته بیارید. آماده بشوید، میرویم. خوب هستی؟ من خوبم، اما زنهای در درون بوده خیلی عذاب کشیدند. شما رو به دهاتون میبریم. اکنون از عذاب خلاص شدید، پروا نکنید. من به دهه نمیروم. مثل من یک زمره زنها رو در بازار میفروشند. تا آنها نجات نیابند من آرام نمیشوم. یوسف، خود را عذاب ندید، بعد صحبت میکنیم. من به سیمید گفتم که سپارش را برای کافتکاو از پولاد علمدار گرفتم. چرا این کار را کردید؟ زنده و مرده بودن پولاد علمدار معلوم نیست. اگر مرده باشد از او دیگر پرسشی نیست، و اگر زنده باشد تنها او میتواند علیه سیمید در نبرد باشد. پولاد علمدار زنده است. چی؟ زنده است؟ اکنون چی می شود؟ تو به کنسی چی می گویی؟ من وظیفه‌ام را اجرا کردم، او را پراندم. حاضر من تنها برای اون موظفم که ایده‌هایم اویده در کنسی بودن خائنان را باید با دلیل‌ها اثبات کنم. با شرافت شما اوید سیمید معلومات زیاد گرد آوردم. این کار به نزدیک حل می شود. ما آن آدم را میکابیم و وی آمده به سر ما شبه خون میزند. این حال را ببین. پولاد علمدار در کجاست؟ جستجوی پولاد علمدار را دوام داده ایستاده‌ایم جناب، ولی هنوز پی او را نیافته‌ایم. چرا این خیلی راست ایستاده ای؟ میدونی؟ چون که یک گوشی من کرکی هست، درست نفهمیدم که آوازت از کجا می آید. خب
میدانی این چی معنا دارد؟ پولاد علمدار تو را از مرگ رهاند. مگر او تو را شفاعت نمی کند؟ البته جناب. فوراً او را یابید. باید میخوردید. مانید این را. راستی گپ شنیدنی رادیوی مسکو مرا بسیار ناراحت میکند. چه در دارید از خوردن شراب؟ اصلا دردی ندارم. تنها اگر شراب خورم یگان مشکلی ایجاد میکنم. برعکس این خود مشکل کشاست. ما با راسکل کاری بسیار باید کنیم آقای کنان. آینده را باید فکر کرد. من واقعا هم در همین فکر هستم. به فکر شما شرط است که روزهای زیادمان را با روزها گذرانیم. موسیقی معلوم می شود که شما را زهرآلود کرده به اندیشه من. دیگر اندیشه های سالم به سرتون نمی آید. دیپلماتیه. آکا آکا کجا می روید؟ نزد الیف می روم. مرا شناختید آکا؟ نه. حاضر دیر شده است آکا. کمی بدتر رویم چی؟ برو از پیشم. آکا برو گفتم. آکا صبح که دامد من شما رو نزد الیف میبرم. ها؟
من پژوهش‌های اویدیتوریوم انجام داده رفیقانت را یک بار دیگر از نظر گذراندم. التای برای پژوهشی که در آینده آیدی ترکیب تاریوم انجام داده می شود پیشنهاد آماده کردم. همش همینجاست. تشکری زیاد استاد. شما راه فراخ را برای ما میکشایید. شما اگر نباشید ما رهگم میزنیم. خاکساری را یکسو بگذار پسرم. من از نتیجه هایی که شما به دست آوردید افتخار دارم. آن مواد، آن متا را که بکار در آورد، پس می توانیم کار را ان همین طور دوام دهیم. التای کارهای شخصیت خوب است پسرم. کارها بسیار خوب است استاد، ولی دزدی به دیپا در آمده مرا بسیار محزون کرد. تو پسرم دزدی دیروز در آمده رو میگویی؟ آره، اما او هیچ به دزدی مقرری مانند نیست. پاسبان را کشته است و برخی چیزهای ما را برده است، هرچند که ما در دیپا چیزهای مهم نمیمونیم. از روی منطق اگر فکر کنیم، شاید از پژوهش‌های ما خبردار شده باشند، یا شاید از موجودیت شما پی بوده است. شما باید بسیار احتیاط باشید. من نه التای، تو باید با دقت باشی پسرم. من در یک جای بی خوفم، کمی پس مردم و در مزارم. گوش کن پسرم، از این بعد هر قدمی که میگذاری باید دانسته و فهمیده گذاری. میدونی که ما هنوز کارهای زیاد داریم. اصلا روزها تیز میگذرند و میروند. آره. وای سستیت در کجا است علمدار؟ او را به من نشان ده. چه شده یورگن؟ یک چیزی مهمی بوده است که باید به تو میگفته است. چقدر مهم بوده است؟ برای شما بسیار عاجل باید باشد. پس بگویید بشنویم محترم پروفسور. مایه نوی با ترکیب تاریوم را که دسته پولاد علمدار استحصال کرده است ما بررسی کردیم. نتیجه عجیبش چیست؟ متاسفانه از آنچه که سر کردیم دور رفته نتوانستیم. ترکیب مایع استحصال شده را که جزء اساسیش تاریوم است معین کرده نتوانستیم. شما این را نو به من میگوید محترم پروفسور؟ نه، من قبلا هم اظهار کرده بودم که در گمان است ترکیب آن مایع را معین کرده توانیم. برای چی؟ این مایع کاملا بر پژوهش های پروفسوری فقید ترک انادولو سلجوقلو بنیاد دارد. زندگی کسی باشد که کار را از تو خوبتر میکند، پس من به تو احتیاج ندارم. برای در حیات ماندن فهمیده که چی ضرور است؟ فهمیدم جناب. اکنون برا
دشمنی با عقل تو هستم علمدار. بر تو پیروز می شوم. خوش آمدید آقای یوسف. کاش که نمی آمدید. چرا این طور می گویید؟ پدرم در کجایند؟ در حجرهش خواب است. به او چی شد؟ از پایش یک تیر برآوردیم. شکر خدا که جدی نیست. کی این کارو کرد؟ جاهید. پدر؟ شفای کمیل. یوسف تو در اینجا چیکار میکنی؟ تو باید در خارجه باشی. شما هم باید در بیمارخانه باشید. زینب، میدونم که مرا انتظار نبودی. زنهار یگان دیوانگی نکن باز. نمیگذارم که حیات پسرم را محو کنی. او به من احتیاج دارد. برای از این وضعیت برآمدن او تنها به من احتیاج دارد. روز وصل دوستداران یاد باد آن روزگاران یاد باد. این زمان در کس وفاداری نماند، زان وفاداران یاران یاد باد. گرچه یاران فارغند از یاد ما، از من ایشان را هزاران یاد باد. کامم از تلخی غم چون زهر گشت، بانگ نوشی باده‌خواران یاد باد. روز وصل دوستداران یاد باد آن روزگاران یاد باد. من آماده‌ام.
من به این قدر عذاب چه آفتاب آوردم. من همه نزدیکانم را به خاک سپردم. چطور زیسته توانستم؟ بعد این دردهای عظیم چطور استوار ایستاده توانستم؟ تو هستی که من از مرگ نمی ترسم. تو هستی که به من نیرو می بخشی. آنا برای همین شما اکای من هستید. تو ҳол муайян накардед ки ба шумо чӣ дар кор аст? ба маҷмаи савдои мо биёед. мо ҳама чиз дорем. маҷмаи савдои ёвар ин калонтарин маҷмаи савдо буда маҳсулотҳои босифатро бо нархҳои дастрас ва пеш аз ҳама бо хизматрасонии олӣ пешниҳод мекунад. маҳсулотҳои хӯрокворӣ, навъҳои гуногуни маҳсулотҳои гӯштӣ, маводҳо барои хона. барои бозам васеъ кардани номгӯи маҳсулотҳои худ мо санаи 15 декабр дарҳои гӯшаи деҳқонро боз менамоем. барои тару тоза будани меваю сабзавот кафолат медиҳем, зеро истгоҳ барои қатораҳои берун аз шаҳрӣ дорем. аз саҳрои деҳқон меваю сабзавот рост ба гӯшаи деҳқони ёвар меояд. истгоҳ бо 300 ҷой барои нақлиёти шумо. дар маҷмӯъ фаъолияти мо барои роҳати шумо. маҷмаи савдои ёвар ҳамаи он чизе ки барои шумо дар кор аст. Ҳушёр ба 0023 ва 0024 занг занед. коди мусиқиро гирифта тугмаи даъватро пахш намоед. اسم من پهلوی اسمی تو چیزی با من تو شدی حضرت باران بیا بیا سیرتم بیا کی منتظر